ما همه میدونیم که حکومت این شب نقشه شومی دارد برای بدخشان. شاید که این شب شاید فردا میخواهند هجوم نوبتی خود رو به بدخشان آغاز کنند و این عملیاتی که بالای مردم بدخشان میگذرونند میتوانند. سلام علیکم و رحمت الله. محمد رجب، من یک خبر فوری دارم از قضیه بدخشان. اخیرا خبری که به ما رسید از مردم روسیه، و علیکم السلام و رحمت الله، گفتن که در خود کشور روسیه و همچنین در بدخشان الکی آوازم هست. آواز شما هست، بفرمایید برادر سید سوق بگویید. من همین گفتم که اخیرا خبری که به ما رسید از مهاجران بدخشانی که در روسیه بوده، میگویند که در خود روسیه و همچنین در خود شهر خوروغ و منطقه‌های اطراف شهر خوروغ الکی حکومت به قول خودش چیز که را شروع کرده است. جوانان بسیار نامدار و اطرافیان محمد باقر و همچنین اطرافیان چی بود نامش، طالب ایانبکوف و همچنین از باقی مانده های مرحوم شهید امام نظر، همه اونها را تحت تعقیب قرار داده است. چون که میگفتن اگر رئیس شهر خوروغ یک انسان ترسو بود، اگر از خودش دلش رو پر نمی‌کردن، از خودش اطمینان پیدا نمی‌کرد که باید همه اینا رو میبردارن، این گونه گستاخانه صحبت نمی‌کرد بر علیه مردم بدخشان. و همین سبب میگه خود محمد باقر و اطرافیانش را الکی تعقیب و سرکن و پیشکن دارن که تا اینکه دستگیر نموده. در روسیه میگه چند نفر رو گرفتن الکی در ها زندانی چیز کردن، حبس کردن و آیندهش میگن بسیار چیز است، احساس خطر میکنن. گفتن همین بود اخیران خبری که الکی شروع کرده است حکومت برای جمع‌آوری مردم غیر بدخشانی. من راستی می چند وقت از آخر ماه دکبر که می حادثه بدخشان شروع شد، همه این حادثه ها رو تحلیل کرده و یک نظارت دارم. بچونی خلاصه آمدم رسیدم که 30 سال پیش امام علی رحمان با فرانت خلقیش برای به بهانه برقرار کردن یعنی حکومت کنستیتوسیونی، یعنی که یک جمهوری کنستیتوسیونی و استنابلین کنستیتوسی گفته جنگ شهروندی رو شروع کردن سال 92. اونم بعد یمو 316 هم به همه معلوم است. حالا هم در بدخشان به بهانه برقرار کردن قانونیت میخواهند باز همین جنگ شهروندی رو از نو شروع کنند. این تاجیکستان که چند سال اخیر از سال 2012 این طرف به هر بهانه ها هر منطقه تاجیکستان به خون و آغشته خون می شود، این همش برنامه یک کس است. من فعلا برنامه امنیت رو با سرداری یتیموف میبینم که تلاش میکند برای باقی ماندن حکومت امام علی رحمان و در چند وظیفه کلیدی بودن خودشان تمام سعی کوشش میکنن که تاجیکستان رو به خون بکشن، یعنی به جنگ بکشن، ولی خودشان حکومت خودشان باقی بماند. فکر میکنم مردم تاجیکستان همه درک کرد که در بدخشان کدام گروه جنایی نیست، نمیدونم کدام تروریستی در تاجیکستان وجود ندارد. این مبارزه 5 سال اخیر مخالفین نشان داد که مخالفین اصلا طرفدار جنگ نیستند، طرفدار خونریزی نیستند و این حکومت است که تلاش میکند در همه جا با قوه، یعنی با ارتش استفاده از ارتش استفاده برد و تاجیکستان رو به خون میکشد، به جنگ میکشد و ما باید تلاش کنیم که تمام سعی کوشش کنیم که در تاجیکستان ما جنگ نباشد. از حکومت و از سازمان‌های بین‌المللی، از کشورهای ابرقدرت خواهش کنیم توجه خاص داشته باشن به تاجیکستان. فکر میکنم فعالیت بیشتری ما میتواند سر راه این گونه خونریزی ها رو بگیرد و ما نگذاریم که جنگ شهروندی سال 90 باز در تاجیکستان تکرار شود و از تمام دوستان از استادان خواهش کرده می شود که کمی در این مسئله فعالتر باشند. ما همه میدونیم که حکومت این شب نقشه شومی دارد برای بدخشان. شاید که این شب، شاید فردا
میخوان هجوم نوبتی خود رو به بدخشان آغاز کنند و این عملیاتی که بالای مردم بدخشان میگذرانند میتواند برای تمام تاجیکستان یک حادثه بد باشد. این خود یک آغاز یک مقاومت مردمی استفاده از سلاح باشد و ما تمام سعی کوششمون کنیم که این حادثه رخ ندهد و سلامت باشید برای تشکیل کردن چنین برنامه‌ها. نیست بود جنگ، زنده بود صلح. 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 سلامت و زنده باشید اشتراکچیان محترم و تشکر زیاد میکنم که در این برنامه دعوت ما رو قبول کردید و اشتراک کردید.